کردستان کجا بریم؟ اگه قصد سفر به کردستان داری بیا بهت بگم کجا و چه جوری بری که بهترین سفرت رو تجربه کنی. اولیش روستای پالنگان با معماری پلکانی خفنه که هر ساله در 29 فروردین میزبان بزرگترین مراسم هزار دف دنیاست. دومیش روستای حیرت انگیز دولاب. سومیش روستای دیوزنا که انقدر طبیعت و بکر و زیبایی داره که باورت نمیشه. یه زمین فوتبال داره که به جرئت زیباترین زمین فوتبال ایرانه. حتی قبرستونش هم یه طبیعتی داره که مرده هاشون هم لذت میبرن با این ویو رودخونه و این طبیعت. چهارمیش یکی از عجایب کردستان چشمه قل. پنجمیش جاده رویایی دربند دزلی که به جاده چالوس کردستان معروفه. ششمی گردنه تته ژالانه که از نزدیک میتونی کولبرها رو ببینی و باهاشون هم نفس بشی که با تمام سختی زندگی رو به دوش میکشن. هفتمی شهر رویایی و پلکاری هورامان. هشتمی جاده هورامان به بلبر، یکی از زیباترین جاده های ایران که حتما باید ببینی. نهمی نگین سبز و بهشت کردستان روستای سلین. دهمی طولانی ترین پل معلق شیشه‌ای ایران روستای نگل. 11می چشمه بل جادویی که شگفت زده‌ات میکنه، واقعا خوشگله. 12می روستای باصفا و معرکه حجیج. و 13می مرز بین کردستان و کرمانشاه پل زیبای کلوش. این پستم سیو کن و بفرست برای اونی که قصد سفر به کردستان داره. راستی اینو یادمون باشه طبیعت بدون زباله زیباست.